تصمیم داریم نگاهی داشته باشیم به مقوله فرهنگ در اندیشه های حضرت امام و بایدها و نبایدهای فرهنگی در آرا و افکار ایشون. باید و نباید همین، زیاد به اندیشه کار نداشته باش. انگار تو نظام چند کیلو اندیشه داریم. ناکس گول شباهت زاهدی رو هم نخور. تو خرچنگ دیدی یه طوری را میره که انگار دستاشو با بتادین شسته، همین الان میخواد وارد اتاق عمل بشه. یا مارمولک یه طوری میدوه که انگار خیلی عجله داره ولی همش کشکه. حالا بی خیال مقدماتو بگو که بعدش من شروع کنم. ما دعوت کرده بودیم از جناب آقای انصاری، معاون محترم رئیس جمهور در امور مجلس، که در برنامه امشب شرکت کنند. در ساعات منتهی به آغاز برنامه از دفتر ایشون به ما اعلام کردند که ایشون در برنامه امشب شرکت نخواهند کرد. جا زد، ترسید، فکر کرد میخوام باش مناظره کنم، انصراف داد. خب بهش میگفتین که من اصلا تو کلاسم نیست که با اون دهن به دهن بشم. من بر استراتژیست نظامم، اون مگسم با وساطت روش میشینه. بعد تازه مناظره چیه؟ نظام یه مناظره زورکی ریاست جمهوری گذاشت برای هم پشتمون بسه، از دماغ عضما کشیدنش بیرون. اتفاقا ما هم خدمت ایشون عرض کرده بودیم در اون دعوتنامه که اصلا صحبت از مناظره نبود. حالا قطعا ما نه در دعوتنامه‌مون اینطور بوده و نه اصلا قصدمون بوده که مناظری شکل بگیره. دوست داشتیم که بالاخره از نظرات ایشون هم در برنامه استفاده بکنیم. حالا بحث شروع کن. ما دعوت کرده بودیم از آقای انصاری که تشریف بیارن، از نظراتشون استفاده بکنیم، اما در ساعت پایانی که دیگه برنامه می‌خواست آغاز بشه از دفترشون اطلاع دادن که ایشون در برنامه شرکت نمی‌کنند، که خب مقدور و میسور نشد. تو چرا روی یه موضوع بکسابات میکنی؟ عجب بدبختی گیر کردیم. شروع کن دیگه، دهن منو وا نکن. حضرت امام اولین سال پس از انقلاب رو به نام فرهنگ نامگذاری کردن. با توجه به انبوه بالاخره مسائل و مشکلاتی که کشور در اون زمان در زمینه‌های گوناگون داشت، چرا ایشون سال 58 رو به نام فرهنگ نامگذاری کردن؟ کی؟ اومدی شیپور بزنی ولی از سر گشادش زدی صداش بدجور شد. از اونوری نیست که عظما الان یه کاری کرده حالا بگیم امام هم همین کارو کرده بود. اینوریه، یعنی امام یه کاری کرد عظما میخواد ادایشو در بیاره. اوضاع که بیریخ میشه باید نظام یه اعلام جنگی تو کوچه خیابونا بکنه، بشقاب ماهواره بشکنه، از سیکوتا دستگیر کنه و از این کارا. اسم شب کار فرهنگیه، ولی خب دستش به جایی بند نمیشه، از دستش در میره. فقط بشنگای بسیج رو میتونه شیره مالی کنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که دوتا مشنگ دم رودخونه کله پاچه میشستن، آب کله رو برد. مشنگ اولی برای کله علف تکون داد که برگرده، دومی گفت بابا ولش کن، کجا میخواد فرار کنه، پاش دست منه. میخوام بریم سراغ نگاه حضرت امام به فرهنگ، اینکه اصلا دیدگاه ایشون و نگاه ایشون به مقوله فرهنگ چگونه بود. اینجوری بود، عصبانی، خونی. نگاه حضرت امام به بانوان و نحوه و شیوه حضور اونها در اجتماع چگونه بود؟ اینجوری تر، عصبانی تر، خونی تر، الکی که بهشون نمیگفتن هیولا. چرا اصلا این صفت رو دادند؟ تو چرا گیج میزنی؟ تو به این کارا چه کار داری؟ تو سوالایی که برای نوشتن رو بخون. الان مستحضرید که گفته میشه خب در مسائل فرهنگی باید به مردم اعتماد بشه و بدون هیچ گونه نظارت بر کنترل و بحث شرایط آزادی فعالیت گوناگون فرهنگی هر گونه انتخاب به استفاده کنندگان واگذار بشه. واقعا این موضوع چقدر با مبانی فرهنگی حضرت امام و بلکه مبانی دینی و حتی مبانی عقلی انطباق داره؟ این بحثا هیچی اتفاق نداره با نظر امام، ولی تو هم ترس ور نداره. کسی از این خیالات تو نظام نداره. یه حرفایی زدیم برای خر کردن بعضیای دیگه اونور دنیا، همینجا بیخیر ریش خودمون بعد تو خر میشی. ناکس داستان از این قراره که بعد از کسالت استراتژیکی اخیر عظما، یعنی همون داستان زهر و خلاصه از این حرفا و ضعفی که به دنبالش دوچارش شدن، یه مشکلاتی پیش اومد. دلواپسی و دلپیچه و دل درد و از این حرفا تو نظام زیاد شد. الان بالاخره وضعیت و مسئولیت این وضعیت با کیست؟ تو به اینش کار نداشته باش. عظما باید از اول جلوشو میگرفت، الان دیگه کار از کار گذشته. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن اگه عمو زنجیر باف
همون اول که بهش گفتن زنجیر منو بافتی راحت میگفت نه، دیگه مجبور نمیشد آخر کار صدای گاو و خروس و سگ و اینا خودش در بیاره. یکی نبود بگه آخه مرد حسابی این چه کاریه. بدبختی اینجاست که حالا ناکس شیخ فری هم شاخ شده، زیر فشار گاوا با هم دیگه شاخ میزنن دیگه. تازه معلوم میشه اونایی که الکی احترام میکردن چی پشت سر میگفتن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که لقمان به پسرش وصیت کرد که تو تابستون اگه توی جمعی وارد شدی و تشخیص آدم بیادب از بقیه برات سخت بود، برو کولر رو خاموش کن ببین چی بهت میگم. حالا این عظمای بدبخت بیچاره کولر که سله سانتریفوژ خاموش کرده، خب فکشو دارم میارم پایین براش. شنیدی عظما تو مجلس خصوصی در مورد همین شیخ فری و حاجی رفسنجانی چی گفت؟ و من که خونه دلی که از اینان خوردم هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخوردم. آره، مقام عظما میخواست تو شلوغی‌های سالگرد ارتحال حال اینا رو بگیره ولی نشد. یه تیم کامل امامدار ارنج کرد فرستاد تو نماز جمعه که یهو در نیام بگن عظما رو به خط امامی هم دیگه قبول ندارن. ولی ناکس شیخ فری که پشتش با حاجی رفسنجانی گرمه دوباره جوابشون رو داد. بسیجی هم که دلپیچه و دلواپسی و از این حرفا دارن دیگه حالی بهشون نمونده که از عظما دفاع بکنن. همونایی که میگفتن میخوام جونمون رو فدای عظما کنیم الان میگن چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. حالا عاقل به اینا چه ربطی داره؟ بماند. وضعیت تو عظما شده مثل اون یاروه که داشت میمرد، پسرش قنات بود ولی مشنگم بود، طرف تو بستر مرگ دید یه بوی شیرینی قشنگی داره میاد از آشپزخونه، هی فکر کرد نکنه من مردم تو بهشتم. خلاصه نگاه کرد آشپزخونه داره بو میاد، خودش از تخت به زور آورد پایین، کشون رفت آشپزخونه، دید بو واقعیه، دست انداخت یه شیرینی برداشت خورد، دید واقعیه خوشمزه هست، دوباره دست انداخت برای شیرینی دوم که پسر مچشو گرفت گفت دست نزن مال مجلس ترحیمه. حالا تو ته برنامه رو یه جوری ببند که دیگه جمعش کنیم و بریم. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور جناب عالی. باز هم عرض بکنم خدمت دوستان گرامی که ما دعوت کرده بودیم از جناب آقای انصاری معاون محترم رئیس جمهور در امور پارلمانی که ایشون هم در این گفتگو شرکت کنند، در این بحث شرکت داشته باشند. در ساعت پایانی که به هر ترتیب برنامه قرار بود آغاز بشه از دفترشون اطلاع دادن که تشریف نمیارن و در برنامه شرکت نمیکنن. تو هم با این کینه شطورید سوزنت که به این چیزی گیر میکنه دیگه بلد نیستی ولش کنی. تو کجای پیازی آخه؟ یه دعوای دیگه بوده. پیروز باشید و پایدار. خدا نگهدار. عزت همگی زیاد. اگه